سلام خانم، اگه قرار باشه خدمت سربازی برای خانم‌ها تصویب بشه، شما به عنوان یه خانم حاضری مثل آقایون وارد جنگ بشین؟ بله میریم، باید بالاخره از مملکتمون دفاع کنیم. پس مشکلی نداره با آقایون وارد جنگ بشین دیگه؟ نه میریم، باید بالاخره از زندگی از خاکمون دفاع کرد دیگه. بله درسته. حال علی اسم و فامیلی و کد ملی ایشانو مشخص کنید، حتما قسمتش هم واسه ما معلوم کنید. خب شما خانم مهسا حمیدی. کدوم قسمت ما کم داریم امروز؟ یه نفر نگهبان تدارکات لازم داریم. خب ما یه نفر رو ما ایشالا کم داشتیم به حق علی و علی پنجتن. شما شنبه صبح اعزام سفجار بیجن میشین. خب مشکلی نداریم؟ شنبه نوبت آرایشگاه دارم، نمیتونم. شنبه شما نمیتونی بیای؟ من نمیتونم. با پشتیبانی هماهنگ میکنی، ایشون شنبه صبح نمیتونم. یک شنبه صبح همراه پشتیبانی 5 صبح شما آماده باش. خب ببین من کلا مشکل عرق دستم، نمیتونم تفنگ بگیرم، نمیتونم. همین الان شما گفتی من مشکلی ندارم. من چی گفتم اصلا؟ من اشتباه کردم.